از یک چیز اذیت میکشم، همین شبها خواب میبینم، خوابهای ترسناک و یک خیله، یعنی که یک خواب را تکرار به تکرار میبینم. بعد دیدن همین خواب همون روزش حتما در اویلمون جنگ های زیاد برپا میخیزد، نفهمی با شوهرم. حتما همون روز که همان شبه که من همین خواب را دیدم، همون روز حتی یک یا دو روز نگذشته با همراهی شوهرم خیلی جنگ های من زیاد می شود. بعد از آنی که جنگ ها خاموش شدند، بعد از این یک چند ساعتش همین خیلی شده است که حسی پشیمانی می شود، یعنی تماما از یک چیز کوچک جنگ برپا می خیزد و یک چیز کوچک نامعلوم حتی اگر فکر کنی تماما از همون چیز جنگ شدنش ناممکن است. خب من میخواستم که آیدی همین چیز عقیده شما رو شنویم، چون خیلی مهمه. چند وقتا می شود که به شما همین سوال رو دادنی بودیم، پیگیری میکنیم، لیک همین روز توانستیم که به همین پخش مستقیمتان خوش شدیم. خب مصیبت ها با امر الله تعالی می شود، با اجازت الله تعالی می شود. مصیبت، بلا، ناخوشی از جانب الله تعالی، آن چیزی که شما ذکر کردید اینا مصیبت است. وقتی که در یک روایت آمده است که شمع در خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم خاموش می شود، چراغ. پیامبر صلی الله علیه وسلم انا لله و انا الیه راجعون می گوید و حضرت عایشه مادر مومنین ها رضی الله عنها می پرسند که یا رسول الله اینم مصیبت است؟ اونا مصیبت گفته بسیاری مردم ما هم وقتی که ما دعای استرجاع همین دعای مصیبت گوییم یگان کس مرده است گفته میفهمم، فکر میکنن که مردن فقط مصیبت، فقط مردن. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که هر چیزی که مسلمان رو طبعش رو ناخوش میکند و این مصیبت است. حادثه ای که با شما میشود این مصیبت است. من یک چند جوابای عام میگم. یکم، هر کسی که به سرش مصیبت بیاید باید این دعای مصیبت گوید. دوم، نمازهای خود را تفتیش کند. الله تعالی در بین آیاتهای طلاق حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین گفت. در سوره بقره چندین آیاتها درباره طلاق می بیاید، احکام طلاق. در بینش الله تعالی میگوید که 5 وقت نماز رو محافظت کنید، خاصتا نماز عصر را. بعد با مسئله های طلاق گفته میگذارد. سوره بقره گیرید خوانید، اقل ترجمهش بینید. یعنی شخصی فصیح، شخصی بلیغ، شخصی سخنور باید از یک موضوع به دیگر موضوع نبراید مگرم به دلیل. برای چی الله تعالی درباره طلاق سخن رانده ایستاده است؟ یک و یک بار درباره نماز گپ زد و با طلاق دوام داد. علما میگن که اکثری سبب‌های طلاق بی اهمیتی به نماز است. وقتی بین زن و شوهر جنگ و جنجال میشد، شما فکر کنید که من و بین الله تعالی چی کم بودی گذشت؟ کم بودی خطاگیتون جستجو کنید. هر یک درد، هر یک مصیبتی که رسید گویید که من چی گناه کردم؟ یعنی من بیگناه هستم به این معنی نه، من چی گناهی کردم که به سبب همون گناه همین مصیبت آمد به سرم. خاصتا مسلمان ها را الله تعالی از مهربانیش به هر یک مصیبتش نقد جواب میده، نقد عذاب میده، تا اینکه هم از همون گناه پاک شود و هم از گناه دور ایستد، چون که میداند که به گناه که دست زد بلا میبیاد. اما آدم های بیدین، آدم های از دین دور الله تعالی عذاب نمیدهد، بلکه به هر یک کاری خیری کردگیش تیز مکافاتش رو دادن میگیرد تا اینکه در دنیا پره اجرش را گیرد. ببینید صحابه ها، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. از بین صحابه هایی بودن که فقط از روز اولی اسلامشون عذاب کشیدن تا آخرین روز حالی لذت عمل ها، میوه عمل هاشون نچشیده از دنیا گذشتن تا اینکه جزاشون رو مکمل گیرن. اون صحابه هایی که من بعد رئیس شهر و رئیس ولایت و پولدار و میلیونر و میلیاردر شدن، اونو گریه میکردن که ما نباشیم از جمله کسانی که هم اجرام خوردیم. برادرانمون حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزه سید شهدا، عمه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا
مهنتاشون رو نچشیده از دنیا گذشتن. ما همه چیز، همه نعمتهای دنیای دیدیم که خواطر بودن، میترسیدن. بنابراین مصیبت برای مسلمان وقتی که میبیاد، یکمش این که وای با رازگی الله تعالی میبیاد راضی شوید. دویمش این که وای مصیبت به سبب گناهتان است. جستجو کنید، به گناه ها توبه کنید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله کلمه گردانید. شاید یگان گپی کفر گفتم، شاید یگان گپی خطا گفتم، ای الله مرا ببخش. دعا کنید. بعد به گناه هایی که بین خودتون و بین الله تعالی هست مغفرت پرسیدین. آسان یک دهن توبه کنید، الله میبخشد. لیکن گناه هایی که بین شما و بین خلق است، انا وای مشکل است. وای تا و آدم نبخشد شما جزا داده میشید. ابن سیرین شاگرد حضرت انس، محمد ابن سیرین، صاحب همین کتاب تعبیر خواب. هر یک کسی که بعد ابن سیرین اومد، امام ابن سیرین امام در تعبیر خواب است. در علم تعبیر خواب امام مسلمان ها محمد ابن سیرین است. یعنی عالمی که به همین علم بسیار مشغول شد. زندان شد در آخر حیاتش، قرضدار شد. وقتی که قرض نداد، قاضی به حکم زندان داد، زندان شدن. بعد گفتن که من میدونم برای چی امروز من به این دو مصیبت، هم قرضداری هم زندان گرفتار شدم. 40 سال پیش یک آدم مفلس گفته بودم، یعنی بانکرات. ای آدمی بانکرات شدگی، مفلس. یعنی آدم بانکرات میشد، به عبالاش میخندید، میگوید که خوب بود کرد، خوب شد. میگوید در بالای مصیبت آدمو میخندید. اگر آدمی بعد نیک میشد زندانی میشد، خودش زندانی شد. ممکن نیست آدم های تحقیر کردن، به مصیبت آدم ها خنده کردن، عیب کردنی آدم ها. ببینید 40 سال پیش یک آدمی که شاگردی انس، شاگردی خدمتگاری رسول الله صلی الله علیه وسلم، ببینید شاگردی خدمتگاری رسول الله، نسبش به آسمان میچسبد. محمد ابن سیرین چگونه حضرت انس را بزرگ می شماریدند، خدمت می کردند، احترام می کردند، علم می گرفتند، تابعین بزرگوار بودند، صاحب علم و حدیث بودند. لیکن گفتند که من میدونم که به سبب کدام گناه هم امروز به این بلا گرفتار شدم. 40 سال پیش یک آدم مفلس گفته بودم، اینه جزاش امروز چشیده ایستادیم. بنابراین آدم وقتی که به سرش مصیبت میبید گناهاش تفتیش میکند. شاید اون کسی آزار داد، شاید غیبت کرد، شاید خبرکشی کرد، شاید گپی خطا گفت، ضد شریعت گپ زد، ضد ولی الله گپ زد. توبه کند. و این برای همه هست، نه برای شما خاص، نه برای همه عام است. هر کسی که براش مصیبت اومده این کارو میکنه. بعد 2 رکعت نماز میخوانید، نماز استعانه. الله تعالی میگه که فاستعین واستعینوا بالصبر والصلاه، با صبر و با نماز از الله تعالی یاری طلبید. 2 رکعت نماز میخوانید، میگه که الله همین مشکلی دارم، شبها خواب میرم، خوابی بد میبینم، مشکلی درد و شکایتتون رو به الله کنید. انما اشکو بثی و حزنی الی الله، من همیشه شکایتم و کمبودی خود، درد خود را به الله تعالی میگویم. خاصتا در وقتهای سحری، در وقتهای تهجد خیزید 2 رکعت نماز خوانید. شما، اهل و عائلتون، فرزنداتون، شوهرتون، نماز خوانیتون، دعا کنید که همین مصیبت برداره. باید خانه‌تون رو تازه کنیدتون، پر یعنی که تازه کنیدتون که شاید در زیر یگان پرده، در زیر یگان گلیم قالین، یگان سحر هست، یگان چشم بندی هست. به هر حال تازه کنیدتون، یگان صورتی جاندار است بروریتون تا اینکه به خانه جن ندراید. شیطان اگر آدم به گناه برده نتواند، خوابهای بد میبینم، غمگین میکنن، چون که دشمن است. شما غمگین شوید و خرسند است. بعد ذکرهای پیش از خواب، آیت الکرسی، غسل، طهارت، لباس پاک، جای خوابی تازه، در جای خواب یگان چیزی منع شریعت نباشد، یگان شکلی حیوانی جاندار نباشد، بازیچه های و قچاقچه های و مثل لختکا نباشد. تازه کنید همه جا را، لباس ها را تازه کنید.
بوی بد نباشد. شیطان به جایی که بوی خوب است نمیتواند آمده. ذکرهای پیش از خواب، آیت الکرسی، سوره فلق، ناس، قل هو الله 3 بار به دستتان خواند و صف کرده و تمام اعضاهاتان میمالید و این چنین سوره تبارک میخوانید پیش از خواب، سوره سجده رو میخوانید، بعد دیگر از کار خواب کرده خواب میرید. بعد این خود فرزن در خوابتون ترسیدید، پروا نکنید. یعنی یک مصیبت باید یک عائله داشته باشه. یگان عائله بی مصیبت و مشکلی نیست. همین، یعنی مهم این است که بعد راضی شوید. همین مصیبت به الله تعالی به ما داد، دعای هم کنید. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین 7 مراتب بگویید، دعای حضرت یونس. بعد از اون طلب کنید که الله تعالی این مشکلی از سر ما بردار. این به شما هم برای تمام آدمایی که چی نوعی مشکلی دارید، چی نوعی مصیبت دارید، چی نوعی وزنینی دارید، همین علاجایی که از ذکر کردم این تقریبا همش علاج عام از غیر همین آخرینش این هم نه که هر یک آدم باید کند خانه‌تان تازه باشد. یعنی به مثلا خانه، به کدام خانه پشه بسیار میشد، افلاس، بویدار، مرچه به کجا شیره باشد، افلاسی باشد، مرچه ها قطار میشد. خانه تازه نامعقول میکند. جین هم میخل، جین هم به خانه پاک تازه آزاده نمی بیاد. این چونین در خانه تان سوره بقره خانتان، سوره البقره اخذها برکه. پیامبر علیه الصلاة و السلام که سوره بقره را تعلیم گرفتنش برکه است. ولا یستطیعها البطله. سحرگرها سحر کردن نمیتونه آدمی سوره بقره میخونده را، و شیطان از خانه‌ای که سوره بقره خوانده میشد میگریزد. شیطان کوشش میکند که زن و شوهر جنگ کند، جدا شوند. اگر اینا جدا شوند، طلاق شود، شیطان به مقصد میرسد. بنابراین ظاهری حادثه تان همین که یک شیطانی هست میخواهد خان شیطان فرموده از جانب اینس باشد، خان شیطان خودش مثلا میخواهد بین زن و شوهر جدایی کند. و هر حال همین گفته های کنیتان انشاءالله شیطان ها از خانتان دور میشد و اینچنین نمازهای سنت شوهرتان در خانه خواند، فرضهای در مسجد خواند، شما هم در خانه نماز میخوانید، انشاءالله شیطان ها نمیدراید. گاه ها شیطان برای یک تیر و دو نشان کردن، گاه ها یک تیر و دو نشان میکند. یعنی مثلا یک زنه که رقیه خانه رقیه خونده ایستاده است، جین دارد، کسی سحر کرده است که از شوهرش جدا شود گفته. وقتی که میپرسد که کی تو رو فرستان، میگوید که کنداش فرستان میگوید. یعنی زنی دویمی شوهرم فرستان میگوید، جین گپ میزنه. یعنی اینجا یک تیر رو دو نشان میکند. یعنی که مقصدش ویش طلاق تیه دقله، مهم طلاق شود. وای سحرگر رفته، سحرگر برفتگی کافر نکاحش بریده میشد، یا اینکه کافر کدی من زندگی نمیکنم گود و دلش که شاید شوهرش طلاق دید. یعنی در اینجا شیطان هم شاید زکاسچیک دیگر کس است. یعنی ما به شیطان باور نمیکنیم، رقیه‌چی ها به شیطان ها باور نکنید تا اونا دروغچی هستن. صدقه که و هو کذوب، راست گفته لیکن به دروغچی گفتن. لیکن ما پیامبر صلی الله علیه و آله به واسطه وحی فهمیدن که همین دفع شیطان راست گفت. لیکن ما از کجا میفهمیم؟ صدقه که و هو کذوب، راست گفته است لیکن صفتی وای دروغچیگی است. اون همین خیال میکند که گویا شما گمانی بد کنید از همون یار و دوستتان یا نزدیکتان، خیشتان، خاصتان، تا اینکه فکر کنید که ها سحر همین کردگی ممکن گفته، تا اینکه علاقه خیش و تباری هم کنده شود. برای همین یعنی با این وهم و گمان های و وسوسه های شیطان ما نمیتونیم یک کس گناهکار کنیم، چون خاصتا سحر چیزی مخفی است. برای همین توکل به الله تعالی کنید. یگان مصیبت در این دنیا مثل توکل به الله تعالی که برطرف نمی شود.
توکل به الله تعالی یعنی تکیه کردن به الله تعالی، باور کردن به الله تعالی، سپاریدن کار به الله تعالی، با همراهی گرفتن سبب میگیرید. سبب من هم دعای هم کردید سبب است. همین چیزایی که گفتیم همش سبب است. همین های کردید و توکل به الله کنید. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. اونها به یگان که ضرر رسانده نمیتونن مگر با اجازت الله تعالی. شما اگر به الله تعالی تکیه کنید، تمام دنیا اگر ضرر خواهد به اجازت الله تعالی یه ذره ضرر رسانده نمیتونه.